نه ایشالله به صاحب نسی ایشالله حرکت میکنیم ازی برادرای هستن که ایشالله دستگیری میکنن یگان اومده زیرا. سلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که سوق سلامت هستین، خوب هستین. ما چندین قناه بدیم که الحمدلله که همجوده این برادرها. خدا نعمت نگهبان باشه. برادرها از شما خواهش میکنیم همین ویدیو را پدلیت سکنین. همین مادر یک احوالش خبردار شین. همین مادر به حد مشکلات های وزمین داره. یک چند خمیش را باور که ایسه میبرویم هیچ کس نیست اگه دستگیری کنه. چندین تشته برام این برادرها. از برای الله خواهش از شما میکنم ما همو بابای لنگریم، ما هم برادرش میم، همه هم مادر ما و شما های همه را یک بگیریم دستگیری کنیم. یک مادر در بلنسا خواه برادر از شما خواهش میکنم. خدا نگهبان تو. سلام علیکم اشورات اپا جان، ما انشاءالله چیزی های دست مومی اومایی را میکنیم به خاطر الله. مقصد این اپا را حجتوش اپا را از سببی که مثال یگان صاحب درک نداره نمی در میدونه و این همیجا میدونه اینا نمی پلتای خولی دیگه هیچ که نیست. ای روز یک هفته شد اپا خواه یک اوکولش کدگانه اپا یک اوکول. مقصد ما پرا گپ زنم. مقصد گپ دایه که همه اپا یک کودک بیمار داشت یا دختره که 20 ساله. مقصد فرض کردن همون کودک همه جا آوردن که باید همون کودک پیر مقصد ساز میکردن که خیلی تقدیر خداوند کودک ساز نشید. کودک عبرت نروی کردن. کودک ای دنیا گذشت. خالم گفتن نه کنم ناموس کنم قرضام بکنم. در موبایل خالم میشه کوروناویروس میشه با میگل تایپو خی پیلوسی برادرها در همین بازار صدوات ماشین بچهای افغان میزننش. یعنی پا تراوما میگیره تازه اینه همین پورا لیچینی کردن. اشکال مقصد برادرها همه خاله را دستگیری کردن نکن. همچون مادری همه میشوه. چی مراجعت کرده گفتنی خاله جان با برادرهایی که مثال ما و شما را دستگیری میکنن در باره ما هستن؟ بچه ها از شما خواهش میکنم برادرها یاردم کنیم که هیچ پا بخیزم. زیغ نشه خوز هم بیمارخونه آمدیم از انشالله مسئولیت میکنیم. دختر شقتی گب میزنیم داروش پاروش چی کو کردن در کارای برای که حالی بیمار ساز نشیده نه اومدن مرا میگن که بگی بیمار تا برا برای همون انشالله از میدرم که دختر گب میزنیم همه حل میکنیم. خاله اگان جا نمیروه خاله را انشالله لیچینش هم میکنیم همه کارشا انشالله هر یک بچه بنامون سایی که میکنن. یا دو بته خاله جان انشالله میریم. آمین. دستی من بگیری خداوند دستی شما رو بگیره در غریبی. خدا یک میتر هزار دیتون پروردگار. ما این مادری غریبه گرد اما مستجب گردم پروردگار خیلی کدگی که به درگاهش قبول کنه. خداوند احوالی دنیا و آخرت قیامت بکن. الله اکبر. بچه های التیمال است. ما این مادری غریبه یک بچه دارم 13 ساله. بچه فرزند باشه تیماز یادم ممکنه. زیغ نشه خاله جان انشالله از میرم که دخترت گپ میزنم.